سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز در این ویدیو میخوام یک خط زیبا به نام خط نستعلیق رو معرفی کنم. خب اگر علاقه‌مند به این هنر هستین و میخواین این هنر رو شروع کنین تا آخر ویدیو همراه من باشین. خب حتما با شنیدن کلمه یا نام نستعلیق یک سوال تو ذهن خودتون به وجود اومده که چرا نستعلیق؟ یعنی معنی نستعلیق چیه؟ خب به این سوالتون میخوام جواب بدم. خب خط نستعلیق از ترکیب دو خط نسخ و تعلیق به وجود اومده، به همین خاطر نستعلیق نام داره. خب بریم برای معرفی خط نستعلیق. به نام خداوند بخشنده مهربان. خط نستعلیق یکی از زیباترین و ظریفترین انواع خطوط خوشنویسی در جهان اسلامه که در ایران به اوج شکوفایی خود رسیده. این خط با حرکات موزون و قوس‌های ظریف و دلنشینش به عنوان نگین هنر خوشنویسی ایرانی شناخته میشه. در نگارش متون ادبی، مذهبی و تاریخی کاربرد فراوانی داره. خب ریشه و خاستگاه خط نستعلیق. نستعلیق میرعلی تبریزی در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری قمری این خط رو ابداع کرده. خب ویژگی های این خط رو ببینیم. این خط با حرکات سیال و منحنی های زیبا، ظرافت و خوانایی بالایی داره. نستعلیق در مقایسه با خط نسخ از کندنویسی کمتری برخورداره و در مقایسه با خط تعلیق ظرافت و هنر بیشتری داره. کاربردهای خط نستعلیق چیان؟ خب نستعلیق در نگارش متون فارسی، کتابت متون ادبی و شعر، آثار هنری مانند تابلوهای خوشنویسی کاربرد داره. اهمیت: نستعلیق خط ملی ایرانیان و اسطوره زیبایی شناسی این مردمان است و در همه جا به عنوان سمبل هنر ایران شناخته میشه. خب تعریف خط نستعلیق رو بخوام بکنم، خط نستعلیق یه هنر زیبا و ایران که میتونه واقعا هنر زیبایی هستش. خب اگر از این ویدیو خوشتون اومده و میخواین درباره نستعلیق و خوشنویسی بیشتر بدونید، کانال منو سابسکرایب کنید. ممنونم. تا یک ویدیوی دیگه، خدا حافظ.